سلام گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی من. اومدیم تجزیه تحلیل بلیت طلایی. همونطور که میبینید فصل جدید فقط 22 روز ازش مونده. میریم نگاه کنید بانک فصل ها، مثلا این بخشش اومده مزایا رو. من نمیتونم فعلا بلیت طلایی رو بخرم متاسفانه، چون که برای ایران مجاز نیست. این بخش که میایم میبینیم که جوایز بیشتری اومده و جای قهرمان همیشه آخر بود، اما آوردنش اول چرا نمیدونم. ولی همونطور که میبینیم جلد قهرمان، بهش میگن قهرمان ها، خیلی خوشگله به نظر من. اگه بخوایم دقت کنیم بهش عالیه. به طور دیگه این یکی از بهترین جلدهایی که من به نظرم دیدم. اینجا اهدای یه جمو داریم، تقویت آموزش، تقویت پژوهش، تقویت سازنده. وقتی میرسیم به اینجا دیگه بانک فصل بزرگتر میاد. چند درصده؟ 10 میل میشه. بانک سازنده بزرگتر مجموع اینا کتاب مبارزش خیلی به درد میخوره، شکاف کوره عالیه. بانک فصل رو حتما بگیرید اگه خریدید. اینجا رو من نمیدونم چرا 4 تا گذاشتن. 4 تا. اینجا که برسیم بهترین موارد واسه ارتقا و ایناست. بانک فصل بزرگتر. وقتی میرسیم به اینجا دیگه بانک ها همونن. کتیبه اکسیر سیاه به نظر من خوبه و مجسمه فینال، بهترین مجسمه به نظر من. قشنگه برا فینال امسال. سال قبل فقط یه سورتمه بود که اونم به درد نخور بود به نظر من. اینجا 2 تا کتاب آخره مزایا: تقویت سازنده 15%، تقویت پژوهش 15%، شکاف کوره خودکار، باز کردن با بلیته. یه اهدای یه جواهر برای اینکه روکر باشید، تانتون 15 باشه، خیلی خوب برای ارتقاء لولتون. تقویت آموزش هم که به درد بخوره. بانک ها رو سریع پر کنید. فقط من الان وقت نکردم بانک سازنده رو پر کنم. ایشالله که همیشه سلامت باشین در کنار خانواتم. ببخشید وقتتون گرفتم. بای گایز.